اما اینکه دقیقاً چگونه این اتفاق رخ داده یک معما باقی مونده. ما داریم تلاش میکنیم بفهمیم که منظومه شمسی چطور به وجود اومده. میدونیم که ما ماشین زمان نداریم، پس از چه چیزی میتونیم استفاده کنیم تا نحوه تشکیل این مجموعه رو متوجه بشیم؟ منظومه شمسی پاسخ ما رو میده که دارای ماشین زمانی به نام شهاب سنگه. شهاب سنگ‌ها تیکه‌های از منظومه شمسی هستن که از گذشته‌های دور و حتی از اون موقع بدون تغییر باقی ماندن. بنابراین اونا مثل کپسول‌های زمانی کوچک هستند. اونا مثل سنگواره‌هایی هستن که به زمان ما قبل تشکیل منظومه شمسی ما تعلق دارن. با شناخت اونا ما میتونیم به طور مؤثر و واقعی چیزی که در روزهای آغازین منظومه شمسی ما اتفاق افتاده رو مطالعه و بررسی کنیم. سال 2023 میلادی دانشمندان مواد باستانی محبوس در شهاب سنگ‌های یافت شده در مورچیسون استرالیا رو بررسی کردند. شهاب سنگ مورچیسون دارای بلورهای کوچیکی به نام ذرات پیش‌خورشیدی هستند که به ما قبل تشکیل خورشید مربوط میشن. و چیزی که درون اونها وجود داره مدرک تاریخ و نحوه تشکیل منظومه شمسی ماست. ذرات پیش‌خورشیدی از عناصر سیلیکون مانندی به وجود اومدن که داخل ستاره‌های غول‌پیکر تشکیل شده. وقتی این ستاره‌ها میمیرن، ابرهای غول‌پیکری از غاز و ذرات گرد و غبار به اطراف پراکنده میشن. اصطلاح ذرات پیش‌خورشیدی خیلی رمانتیک به نظر نمیاد، اما در واقع میتونیم بهشون بگیم گرده ستاره‌های محصور کننده، چون که از موادی ساخته شدن که روزی بخشی از ستاره‌هایی بودن که دیگه وجود ندارن. شهاب سنگ‌های مورچیسون شامل ذراتی بوده که حداقل از 46 ستاره مختلف تشکیل میشن. چیزی که شهاب سنگ‌های مورچیسون به ما نشون دادن اینه که موادی که حالا در کنار همدیگه وجود دارن و در منظومه شمسی ما تشکیل شده ریشه در چند ستاره مختلف داره. این ستاره‌ها نابود شدن و مواد تشکیل دهنده اونا پراکنده شدن و بعدش ابرهای عظیم غاز و گرد و غبار به وجود اومدن که بهش سحابی میگن. موادی که در این ابر وجود داره میتونه از یکی از این چندین محل گرفته شده باشه. مواد درون اتمسفر چندین ستاره ممکنه در اون محل با هم ترکیب شده باشه. بر این ترکیب مواد لازم برای ساخت منظومه شمسی وجود داره، اما ما نمیدونیم که چه چیزی این حجم از غاز و گرد و غبار رو تحریک میکنه تا خورشید رو به وجود بیاره. مطالعه در سال 2020 میلادی شاید بتونه پاسخ ما رو بده. یکی از جالبترین چیزها در مورد راه شیری که ما در چندین دهه اخیر کشف کردیم اینه که جریان عظیمی از ستاره تقریبا در سرتاسر آسمان کشیده شدن. این ستاره در کهکشان متولد نشدن و به اینجا تعلق ندارن. اگه اونا به کهکشان ما تعلق ندارن، پس از کجا اومدن؟